آقای وزیر کشاورزی، یادت 2 ماه پیش چی گفتم بهت؟ گفتم آقای وزیر خوابی یا بیدار؟ عمو یادگار خواب بودی. اگه خواب نبودی اون لامصبای بیدین فرصت طلب آقازاده های سرمایه داره از خدا بیخبر گنجش که رأی نمی کردن به جای قناری بدن مردم، بذر قلابی رو آوردن دادن دست مردم، اونم از 8 میلیون رساندن 120 میلیون بذر قلابی رو، به جای این بذر واقعی بذر قلابی دادن. حالا نتیجه شده این. ببینا مردم حالا اینو چی کار کنه؟ اینم میگن گوره خریه، این اردگیه، این مردم چی کار کنه؟ کجا بذاره؟ چی کارش کنه؟ آقا نمیتونی و انجام وظیفه کنی بکش کنار. یه روز سیب زمینی رو میریزن دور، یه روز میشه 70,000. اون از پیاز جهرم، اون از هندوانه. الیوم یوم البتر. یه روز بحران گاز، یه روز بحران آب، یه روز بحران برق. روز 10 ساعت برق کشاورز بدبختی میبرید. ارزه دارید، قدرت دارید، برید اون مایلرهای سرمایه داران و لیبرال مسلک های بیدین قطع کنید. چرا برق کاسب و کشاورز بدبخت قطع میکنید؟ لعنت به تفکر سرمایه داری و حامیان سرمایه داران. این چه وضعشه؟ به خدا خسارت و ویرانی که این مملکت و این آب و خاک از قبل مدیران بی خرد ناآگاه نالایق بی کفایت دیده از هزاران بمب اتم بدتر است. ای وای وطن، وای وطن، وای وطن، وای. نصر من الله تا صبح فردا.